نان و طلا. قصه عربی. عباس دهقانی کمبغلی بود. روز دراز مهنت میکرد تا که معیشت اهل عائله‌اش را تأمین نماید. در ساعتهای دمگیری همیشه در فکر آن بود که چطور گنج یابد، بای شود، از مهنت طاقت فرسا خلاصی یابد. روزی از روزهای گرم تابستان عباس چون همیشه در صحرا مشغول کار بود. خیلی خسته و شلپر شد و در سایه درختی نشست و به فکر فرو رفت. اگر خداوند به من نیروی سحرانگیز عطا میکرد که به هر چیزی که دست رسانم به طلا مبدل میشد، من از مهنت وزنین و عذاب کمبغلی خلاص میشدم. دیگر ارمانی نداشتم. و ناگاه از آسمان آواز بلند شد: ای عباس، من به تو آن چیزی را که طلب داری میدهم. اکنون دستت را به هر چیزی که رسانی آن چیز به طلا مبدل می شود. عباس باور نکرد و دست یازانده به سنگچه‌ای که در زمین می خوابید انگشت رساند. معجزه! سنگچه به سنگچه طلایی مبدل شد. سنگ دیگر را گرفت، اینش هم طلایی شد. عباس خیلی شاد شد. حاضر به شهر می روم و سنگ و خاک را به طلا مبدل می کنم. زمین کلان می خرم. در ساحل دریا قصر می سازم. گرداگرد قصر باغ‌های زیبا، اسب‌های زیبا می خرم. لباس‌های فاخر می پوشم. از فقیری و کمبغلی، مهنت وزنین خلاص می شوم. عباس خستنی شد و مدارش نرسید، چون که خیلی گرسنه مانده بود. اول کمی نان خورم، سپس به شهر می روم، گفت او به خودش. عباس دست یازاند و نان را گرفت. خواست که پاره کند و بخورد، اما نان شکسته نمی شد. نان به نان طلایی مبدل شد. عباس حیران شد، چون که به هر چیزی که دست رساند به طلا مبدل می شد. اما او خوردن می خواست. عباس خیلی ترسید. اکنون من چه خیل خوراک می خورم؟ اگر این خیل احوال باشد، میان طلاها از گرسنگی و تشنگی می مرم کو؟ عباس چشمهایش را مالیده بیدار شد. خدا را شکر که این همه در خواب بوده است. آهی سبکی کشید عباس و نان ملایم را به دهانش انداخت.